کسی عرضه داشته باشه با 100 میلیون میری 100 میلیارد پیدا میکنه. عرضه نداشته باشه 100 میلیارد هم بده به دستش نفله میکنه میره بیرون. قسمت دوم. پس بنابراین آدم باید اول توکل تو به خدا بکنی، دعای پدر مادرم در کنارش باشه. من به دعای مادر خیلی اعتقاد دارم. وای از اون روز چی مادر آدم دنبال آدم یه آه بکشه، اگر شما به عرش برسه با کله میخوره به زمین. احترام مادر، خب خانم گرفته احترام خانمتونم داشته باش، ولی این نیست چی خانم اومده مادر کم رنج باشه. مادر پر رنج باید باشه. مادر جایگاه داره. خب فردا خانمم میشه مادر، اشکال نداره، ولی امروز مادر جایگاهش باید محفوظ بشه. دعای مادر خیلی برای بچه کمک.